جلوه دارد و این در مقایسه با آمار 25% قبل از جریان اصلاحات رقم خارج است. شاید تا 18 سالگی الان میتونید نره پشت فرمون بشه. بله البته اینجا هم همینجوره، حالا هر کی خودش میشینه اون امر جدا. اینجا هم کسی حق نداره تا 18 سالش نشه گواهینامه نگیره پشت فرمون بشه. حالا یه عده میشینن بگیرن جریمه میکنن، زندانی داره. باریکلا چه پسری. یه زن خوبی برات گیر میارم. صبر کن. دفعه دیگه اومدی یه زن خوب برات گیر میارم. ببین چه خوشش میاد. ببین چه خوشش میاد. میگم که یه زن خوب برات میگیرم میخنده، فوری میگه باشه. باریکلا. یواش ترمز یه دفعه. حالا ترمز ول کن. ترمز سر به سر. بند اصل تو شهر براش فیلم بگی، بخواد بره اونجا دوستاش بگی من راننده هم اینجوری کن. نبی آقا نبی آینه اینجوری کن. باری کردم. بگو مامی حواست باشه دست. بگو مامی دستی بالا کن. باریکلا پشت آینه اینجوری. یواش ترمز کلاچ ترمز. اینم یک. باریکلا آقا نبید ماشاءالله. اصل یواش باش. اصل یواش دیگه نمیگم آقا نبید، میگم اصل یواش. ماشاءالله. برو آقا نبید حواست جمع باش. ماشاءالله. یواش. از ترافیک هم فیلم بگیریم. باریکلا ترافیک هم بگیر. سمت راست آقا نبید، سمت راست بزن راهنما. یواش راهنماتو بزن. ماشاءالله آقا نبیده. باریکلا. چه پسری. صاف آقا نبید صاف. یواش باز یواش. بابا دیگه تو هم افاقاناته. یواش آقا نبید. نه یواش برو جلو. بگیریم آقا نبید. یواش آقا نبید دو. راهنمات هم خاموش کن. اصل یواش. اصل بذاریم نوشابه داره باید بگیرم بخوریم. اینجا مثل که عمده فروشه.